ای مسلمانان، امروز نگاه به حالت امت اسلامی بیاندازیم. آیا غیر از این است که دنیا قلبها را به خود مشغول کرده است؟ آیا نمی بینید که ملت های اسلامی به جای تعاون بر تقوا، بر رقابت بر سر مال و مقام مشغول شدند؟ اختلاف، حسد، خیانت، بیرحمی همه از دنیا پرستی برخاسته اند. در حالی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به ما آموخت که دنیا مزرعه آخرت است، نه مقصد نهایی انسان. ای برادران و خواهران ایمان ام، بدانید که دنیا فنا شدنی است. ثروت، مقام، لذت ها و زینت هایش همه سپری می شوند. پس چرا برای چیزی که فنا می شود دین خود را می فروشیم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: شما به خاطر آخرت آفریده شده اید و دنیا برای شما آفریده شده است. چرا به خاطر مال دنیا برادری را از بین میبریم؟